کسایی که ایروی نسکی مسح میکشه نمازات قضایی خونه دمولو اکبرچان شستنی پا فرضه. شما را کی اجازه داده ایروی نسکی مسح میکشه؟ شما نه مفتیه نه یا ورق خوندگی. 4 تا منافق عربی را گوش کرده شما بایمه دوایه شده کی میدونه وای فرزندای جوتا نمازاتون ایسری نو خونه. کسایی که ایروی نسکی هایی که آب میگذرانه شما دانسته باشه نماز میخونه نمازات قبول نیست نمازات قضایی. این چیزا را سخت دانه برادرو بین ما دا جوانا دا عقیدای ویرو رفته استیان. یک مراتبه سال 70 80 رفته بودن کتابای البنا را خواندن و کتابای مودودی را خواندن. اون طرف دا همه تحریری ها را دا اندیجان اونجا بنیاد کردن. پس مونده وحابی سلفی را دما آوردن. یا بار ما از آفش کشیدگیم. این بدبخت با زیاد شده استیان. فقهای فارس همینا سبب شد جوانای ما همش رفتن در بیابانای عرب مرده رفتن. همینا سبب شدن همه همونا رفتن که تروریست اکستریمیست شدن. برای هم اینا رو میدانشون زیاد شده است. شما اینا احتیاط کنید. اینا زیاد شده استیان. اینا فرزندای ما رو حیف کنن. یگان خدمت اینا در اسلام کردگی نیست. یگان بار اینا سبب شدن که خلافت اسلامی خلافت عثمانی شکست خورد. اینا سبب شدن که امروز در عربستان سعودی که آل سعود هم عرق نوشی را اجازت داده هم پیو نوشی را اجازت داده مردم در کعبه عبادت خدا را میکنن. اینا ارتیسای سرلوچ پالوش آورده در اونجا شعرها میخونن. اینا پیرای هم اینا هم. احتیاط باشه برادرها به خود بیایه. اینا را صفاشون زیاد شده است. اینا از نرکمانا را گندن. اینا از گرین فروش ها را گندن. گرین فروش اگر جامعه در ضرر رسانند این بدبخت ها در دین ضرر میرسند.